این داستان ترسناک ایرانی توی یکی از شهرستان‌های غرب کشور بوده و تقریبا به سال 1310 مربوط میشه. توی یه روستا یک زنی بود به اسم محبوبه. سالی بود که برف بی‌وقفه میبارید. اونقدر که صدای سکوتش از صدای آدم‌ها بلندتر بود. من اون موقع توی یکی از روستاهای غرب کشور زندگی میکردم. شوهرم چند سالی بود که فوت کرده بود و بچه‌هام رو تنهایی بزرگ میکردم. زنهای روستا میدونستن که من صبح‌ها زودتر از همه بیدار میشم. ساعت 5 هوا هنوز تاریکه و میزنم بیرون برای کار. معمولا با چند نفر از زنهای محل میرفتیم سر زمین و کارهای دیگه، ولی اون روز فرق داشت. شب قبلش یکی از همکارام گفت فردا محل کارمون عوض شده و قرار شد ساعت 5 صبح در خودمون بیاد دنبالم. منم طبق معمول صبح زود بیدار شدم. هوا سرد بود، برف سنگینی اومده بود. اون کت که رد پاش خوب میمون، لباس گرم پوشیدم، شال رو محکم دور صورتم پیچیدم و رفتم سمت در که باز کردم دیدمش همکارم بود، همون که قرار بود بیاد دنبالم. چیزی نگفت، فقط برگشت و راه افتاد. منم در رو بستم و پشت سرش راه افتادم. چون برف زیاد بود جا پای اون رو دنبال میکردم، قدم به قدم، بدون اینکه پامو بیرون از رد پاش بذارم. یه جورایی حس امنیت میداد، انگار مطمئن بودم راهو درست میدم. اما یه چیز عجیب بود. بعد از چند دقیقه دیدم جا پاش داره بزرگتر میشه. اول فکر کردم شاید برف نرم شده یا کفشاش خیسه، ولی نه، جاپا واقعا بزرگتر بودن. یک لحظه ایستادم ولی چیزی نگفتم. نمیخواستم نشون بدم که ترسیدم. به راه هم ادامه دادم، ولی هر قدمی که جلوتر میرفتم جاپاها بزرگتر و عمیق‌تر میشدن. دیگه مطمئن بودم که این آدم نیست. یک حس سردی افتاد بود تو دلم، نه از برف نه از چیزی پشت اون چهره آشنای پنهان بود. همونجا وایسادم، دیگه نمیخواستم جلوتر برم. برگشتم، با تمام توان دویدم به سمت خونه. برف زیر پام صدا میداد، نفس‌هام بریده بود، ولی فقط یک چیز تو ذهنم بود: باید برگردم. وقتی رسیدم خونه، در رو باز کردم و خشکم زد. همکارم همونجا جلوی در وایساده بود، همونی که صبح اومده بود بریم باهاش. با تعجب نگام کرد و گفت چرا برگشتی؟ منم با نفس زدن گفتم تو الان اینجایی؟ پس اون کی بود؟ چشماش گرد شد، یک لحظه سکوت کرد، بعد گفت خوب کاری کردی برگشتی. اون اصلا آدم نبود، جن بود، میخواست تو رو با خودش ببره. اون شب تا صبح خوابم نبرد. هنوز صدای قدم هاش تو گوشمه، جا پاهایی که بزرگتر میشدن و اون حس سردی که هیچ وقت فراموش نمیکردم.